ایلول، نریمان خانم میخواد تو رو تو اتاقش ببینه. خیلی خوب عزیزم، تو برو، ما اینجا منتظرتیم. باشه. بیا تو. بیا دخترم، بیا تو، درم ببند. دخترم، دلم برات تنگ شده بود. آروم باش وگرنه همه چیو میگم. میدونی نریمان خانم زیر دست من بزرگ شده. وقتی با مادرش ازدواج کردم 13 سالش بود. حالت چطوره دخترم؟ بیا بشین. مدرسم داره دیر میشه. ای بابا، این همه را برای دیدنت اومدم، حالا میری؟ ببینین خانم، من خیلی دلم به حال این دختر میسوزه. خیلی به همسرم گفتم من گرسنگی بکشم، نمیذارم این بچه‌ام گرسنه بمونن، ولی لج کرد گفت میخوام ببرمش پرورشگاه. مادرتو ببخش دخترم. خیلی خوب آقای محترم، خیلی خوب. گفتین از ایلول خواسته ای داری، زودتر بگین. دختر بیچاره مدرسش دیر شده. یه کیف مشکی دستت هست. مادرت گفت لباسای کثیفتو بریز تو اون، بده به من بشورم. اون کیف سیاه رو یادت میاد دیگه؟ اینجا لباساشونو میشورن. دولت خدا رو شکر هزینه خرید ماشین لباسشویی رو در اختیارمون قرار میده. کار دیگه ای نداریم؟ فعلا نه. برو دخترم، تا مدرسه دیر نشده. برو. صبح خیر. بچه ها اینجا چی کار میکنین؟ مگه نباید برین مدرسه؟ برین دیگه. منتظر ایلولی. نریمان خانم کارش داشت. خاله هدی، نریمان ایلولو خورد، چرا هنوز نیومده پس؟ پدرش اومده، حتما دارن صحبت میکنن. پدرش؟ یعنی ناپدریش؟ ایلول بالاست. عمو کمال بالا. چرا به نریمان نگفتی؟ زنگ میزد به پلیس. نتونستم بگم، وقتی دیدمش شوکه شدم. ایلول میشه درست حسابی تعریف کنی ببینم این آدم از جون تو چی میخواد؟ فرید خانم، اون آدم دزده. پلیس دنبالشه، باید به پلیس خبر بدیم. بالا زود باشی. واسه چی زودتر به من نگفتین شماها؟ بله برای ملاقات با دخترش اومده بود پرورشگاه. لطفاً عجله کنید. مگه اینجا طویله است؟ این بچه ها بیادبن. شما دیگه چرا فرید خانم؟ اون مرد رفت. کی؟ آقا کمالو میگین؟ تازه رفت. ای بابا، در رفت. بچه ها بیرون منتظر باشین، من میرسونمتون مدرسه. چی شده فرید خانم؟ موضوع چیه؟ ناپدری ایلول به خاطر دزدی تحت تعقیب نریمان خانم. وای، یه لحظه غافل شدم، نکنه چیزی دزدیده باشه. کیف پولم همینجاست.
در ضمن من فکر میکنم الیولو مورد آزار و اذیت قرار میداده. مادرش هم واسه همین آوردتش گذاشته اینجا. تو چی داری میگی فریده جون؟ متاسفانه همینه، وضعیت اینه. ببین چقدر رو داره، با پررویی تموم پا شده اومده اینجا. من چرا از این موضوع بی اطلاعم؟ چون منم تازه فهمیدم. نریمان خانم خواهش میکنم از این به بعد اول از بچه‌ها بپرسین که میخوان با کسی ملاقات کنن یا نه. باشه، میخوای قرار ملاقاتم ترتیب بدم؟ ای خدا استغفرالله. مامان یه خانمی از شرکت خدماتی اومده برای کار خونه. خب بگو شروع کنه. نمیخوای باش صحبت کنی؟ دخترم چه فرقی میکنه آخه؟ اونا هر کاری بخوان میکنن. حال ندارم سر و کله بزنم. مامانم یکم مریض احواله، ولی تو میتونی از امروز کارتو شروع کنی. همه جا رو کاملا تمیز کن. غروب برگشتم همه جا رو کنترل میکنم. اگه جایی تمیز نکرده باشی از موزت کم میکنم. باشه دخترم. بهتره بگین دافنه خانم. چشم میگم. خوش اومدی. ممنون پسرم. شما رو چی صدا کنم؟ خدمتکار جدیدمونه. راستی اسمت چیه؟ حوا. منم سرکار هستم. خوشبختم. منم خوشبختم. وقتش نگی، بس کارشو شروع کنه. چرا اینقدر باش بد رفتار میکنی؟ زشت نیست؟ اونا عادت دارن، تو نگران نباش. تو چرا دلت انقدر به حال بدبخت بیچاره میسوزه؟ نکنه واسه اون دختره؟ دافنه. اگه از این راضی نبودیم به مامان اون میگیم بیاد. حتما اونم همین کارا رو میکنه. متین خوابیده؟ آره. عمو کمال دوباره میاد؟ البته که میاد. امروز فردا پیداش میشه. خواهرم چی؟ اونم برگرده خونه. مامان خواهش میکنم، خواهرم اونجا اصلا خوشحال نیست. بشرا صابونتو بخور. مامان جونم، ما هنوز کوچیکیم، خواهرم هم کوچیکه. چرا اونو از خونه انداختی بیرون؟ اونجا خیلی غمگینه، چرا نمیفهمی؟ بشرا گفتم صابونتو بخور. خوش اومدی آقا نجیب. ممنونم دخترم، ممنون. ببین 3مین باره میام، 2 ماه اجاره ندادیم. آقا نجیب قبلا هم گفتم کمال نیست، واسه کار رفته شهرستان. وقتی برگرده همه رو میدم. ببین دخترم، من همه چی رو میدونم. شوهر دزدی کرده و فراریه. دروغه، همش تهمته. وقتی بیگناهیش ثابت بشه برمیگرده. این دیگه به من ربطی نداره. هفته دیگه دوباره میام. اجاره باید آماده باشه. مدرسه از همون پول خواسته. چقدر باید بدی؟ 20 لیر. اونایی هم که توان مالی ندارن 10 لیر میدم.